حج فوری واجب است، حتمی هست، یعنی فرض است، یا اینکه علی التراخی، یعنی وقتش وسیع هست. یک آدم پولدار شد، پولی حج را دارد حاضر، به رفت و آمدش میرسد و تا آمدنش اهل و عائلش با پول اضافگی دارد. حج همین سال فرض است یا سال آینده رودن می شود؟ این مسئله قول صحیح همین که همین سال پولدار شدید، حج همین سال فرض است. دلیلش الله تعالی میگه که و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، و شاید که اجل آنها نزدیک باشد. مثلا اگر آدم در یک بیابان زندگی میکند، وقتی نماز پیشین ساعت 12 در آمد، خیلی کار کرده ایستاده است در سر زمینش، مثلا وقتی عصر ساعت 4 می درآید، یعنی از ساعت 12 تا ساعت 4 وقتی پیشین است. درست است که نماز رو در وقتش خواندن ثوابش عظیم هست، لیکن ساعت 1 خواندن میشد، ساعت 2 خواندن میشد، گناه نمیگیرد، ساعت 3 خواندن گناه نمیگیرد، چون که حالی وقتی پیشین است. یک آدم کار کرده ایستاده است، گفت که خیلی کلین گفت زنه که طعام کی تیار میشه؟ گفت که ساعت 1:30. خیلی گفت یه باره 1:30 به کار برو میکنم و هم طهارت میکنم، نماز میخونم، هم طعام میخورم و بعد با کار برمیگردم. گفت یعنی نماز پیشین ساعت 12 در آمد، این ساعتی به 1:30 پرتافت نماز 1:30 میخونم، لیکن ساعت 1 از دنیا گذشت. آیا روز قیامت به نماز پیشین جوابگری کشیده میشد، عذاب داده میشد یا نه؟ برای چی؟ برای آنکه حالی وقت وسیع بود. خب همین سوال یک کس دادنش ممکن که خواهی مردنش ممکن بود، منم مرد کو. برای چی به الله تعالی جزا نمیدهد و آدمی حج به سال آینده میپرداختگی جزا میداد است؟ باید ما میگوییم که در مدتی، یعنی از این نماز تا آن نماز مردن احتمالش کمتر است، لیکن از این سال تا سال آینده احتمال مردن زیادتر است. فهمیدید؟ احتمال از این نماز تا آن نماز مردن کمتر است. یعنی دو روز ممکن است که یک آدم از نماز خفتن تا بامداد نرسد، لیکن احتمال زنده ماندنش بسیارتر است. لیکن از این سال تا سال آینده 1 سال دراز است، احتمال زنده ماندن، احتمال مردن بسیار است. ممکن مرد، فقط مردن به 60 ساله و 70 ساله های و 90 ساله ها نیست. یا زمین لرزه میشد، الله پناه دهد، یا صدمه میشد چه خیلی که امروز زیاد است، یا لیفت افتیدنش ممکن است، یک حادثه میشد انسان از دنیا وفات میکنه. بنابراین الله تعالی در سوره اعراف آیه 185 میگوید که و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، احتمال است که اجل آنها نزدیک باشد. خب اجل آنها نزدیک باشد یعنی احتمال است که در مدت 1 سال وفات کنند. اگر وفات کنند، حج ناکرده از دنیا گذشت، حالان که الله تعالی برای او حج را فرض کرده بود، او قدرت داشت، امکانیت داشت، ولی حج نکرده از دنیا گذشت. این به جوابگری کشیده میشه. و این آیت را در مسند امام احمد حدیثی هست، حدیث ابن عباس رضی الله عنهما، گفتن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند که تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. به حج شتاب کنید، چون که یکی شما نمیداند که چه حادثه های روی میدهد. یعنی همین که قدرت حج رفتن دارید، حج روید، چون که یکی شما نمیداند که تا سال آینده چه حادثه ها روی میدهد. یعنی احتمال مردن، احتمال از بین رفتن مال هست. بعد گفته میگردید که یک وقتی قدرت حج رفتن داشتم و نرفتم، ده اکنون من کمبغل و قرضدار شدم. باید میرفتید آخر تا اینکه کمبغل و قرضدار نشوید. خب این حدیث در مسند امام احمد است. شعیب ارناؤوط رحمت الله علیه گفتن که
حدیثی حسن است. یعنی حدیث صراحتا دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعجلوا الی الحج، به سوی حج شتاب کنید. همین که فرض شد روید، چون که یکی شما نمیداند که چی حادثه روی میدهد تا سال آینده. ابن رشد حفید القرطبی الاندلسی رحمت الله علیه گفتند که اختلفوا هل هي على الفور او على التراخی. علما رحمت الله علیه اختلاف کردند که حج فوری هست یا علی التراخی، یعنی حتما حاضر روید یا که سال آینده رویده میشه. در کتاب بدایت المجتهد قول یکم اختلاف را ذکر کردن. قول یکم علی الفور است، حج حتمی، همین که همین سال بلوغ همین سال باید روید. این مذهبی کی است؟ مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب مالک و مذهب امام احمد است، یعنی جمهور علما، اکثر علما. سه مذهب از بین 4 مذهب‌های مشهور اهل سنت گفتند که حج علی الفور حتمی است. و امام شافعی گفتند که علی التراخی، یعنی پولدار باشد و سال آینده روادن میشد گفتن، لیکن قول ضعیف است. قول امام شافعی، قول جمهور علما درست است. ابن قدامه رحمت الله علیه در کتاب مغنی گفتن که مسئلتون، یا مسئله، فمن فرط فیه حتی توفی، یک آدم حج پول داشت، امکانیت داشت، سلامتی داشت و نرفت حتی توفی، حتی وفات کرد، اخرج عنه من جمیع ماله حجة و عمرة، یا که اخرج عنه، یعنی اخرج شود ولیش، میراث خوراش، فرزنداش باید از مال همین میت پیش از تقسیمات میراث قرض حج و عمره را برآورد، یک پول برآورد که به رفت و آمد و حج و عمره کفایتی کند، همینقدر مال برآورد جدا کند تا اینکه از نام این یک آدم، خواه از فرزنداش خواه از بیگانگان، یک آدمی که حج کرده است رفته باید حجی بدل کرده آید. ببینید مسئله را، اگر رفت و فرطه، یعنی قدرت داشت و نرفت، یا آدمی که قدرت نداشت و الله تعالی روز قیامت نمیپرسه برای چه حج نآمدی، گفته نمیپرسه، الله تعالی میدوند که او قدرت نداشت، برای او فرض نبود. اما یا آدمی که فرض بود، بی پروایی کرده نرفت و وفات کرد، این آدم پیش از تقسیمات مالش اول پول حج و عمره برآورده میشه، یعنی به صرف و خراجات یک آدم رفته حج کرده میبیاد، عمره کرده میبیاد، از نامش برآورده میشه. و جمله ذلك ان من وجب علیه الحج و امکنه فعله وجب علیه علی الفور. یعنی ابن قدامه نقل دارد، میگوید که خلاصه کلام این است که کسی اگر قدرت حج رفتن داشته باشد علی الفور باید رود، یعنی فوراً باید رود. ولم يجوز له تأخیر حج، به قفا نگذارد. و بهذا قال ابو حنیفه و مالک، و به همین سخن ابو حنیفه و مالک، خودشون در مذهب احمد هستن، یعنی گفتن در بالا که مذهب احمد هم حتمی هست، همین سال باید رفت. و قال الشافعی یجب الحج وجوبا موسعا، امام شافعی گفتن که حج واجب است لیکن شرط نه که همین سال روی، وقتش وسیع هست گفتن در کتاب مغنی. خب قول صحیح قول مذهب امام ابو حنیفه و جمهور، یعنی حتما باید همین سال رود، به خفا نپرتاید. امام ترمذی رحمت الله علیه گفتن که باب ما جاء فی التغلیظ فی ترک الحج، باب درباره آن حدیث هایی که آمده است درباره غلیظ، یعنی دغل و سخت گفتن در حق آن آدمی که حج را ترک کرده است، امکانیت دارد ولی نرفته است. و این حدیث را از حضرت علی رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید که من ملک زادا و راحله تبلغه الی بیت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا، وذلك ان الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال الترمذي وفي اسناده مقال، قال الشيخ الالباني ضعيف. خلاصه در این حدیث آمده است که کسی قدرت سفر دارد، رفت و آمد را دارد و به سوی خانه کعبه مالی دارد که رفته آمده میتواند، لیکن حج نکرد، برای او چی فرق دارد که یهودی وفات کند از دنیا یا نصرانی؟ خواه یهودی وفات کند خواه نصرانی. یعنی یک نوعی تغلیظ در کلام، یعنی درشت گفتن در سخن. یعنی گاهی با بعضی آدم ها سخنی نیک نمیفارد، مردم جای ما مونگی تنی صحت نفاردگی میگن، یعنی گپی ناز نمیفارد، سختتر کرده گفتن.
چونکه الله تعالی گفت که ولله علی الناس حج البیت، حق الله است بر زمین مردم که حج کنن اگر قدرت داشته باشند. و من کفر فإن الله غنی عن العالم، اگر کسی نکند الله تعالی یعنی به صیغه کفر گفت. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و خواهد یهودی مراد، خواهد نصرانی مراد گفتن، یعنی یک نوعی درشت گفتن در امر و نهی است تا اینکه تاثیر کند و رود اجرا کند. خب این حدیث در اسنادش مقال گفتن امام ترمذی. و یا حدیث دیگر میگوییم از عمر ابن خطاب اثر است، حسن بصری نقل میکنه از عمر ابن خطاب که گفتن که لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار، من نیت کردم که به شهرها چند نماینده ها رو فرستانم به نزد امیرهای شهرها، فینظروا الی من کان عنده جده فلم یحج، نگاه کنم مردم رو تفتیش کنن که کیایی که قدرت حج دارد و حج نمیکند، فیضربوا علیهم الجزیه، با آنها جزیه زنند، ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین، از آنها جزیه ستانند. جزیه این مالی که مشرک ها و کافر ها به کشور اسلامی میسپردن، چه که امروز مسلمان ها میسپرن عکسشه، از سبب ذلیل و خار بودن نسأل الله سلامت و العافیه، برعکس جزیه رو امروز مسلمان ها به غیر مسلمان ها میسپرن، پیشتر عکس بود. خلاصه از اونها جزیه گیرن، ما هم به مسلمین ما هم به مسلمین، اونا مسلمان نیستن اونا مسلمان، او به مسلمان پولش نباشدن بیچاره ها. من سوالای مردمی تاجیک ما ببینید قرض گرفته رو هم ممکن است میگن، یعنی پول ندارد و رفتن میخواهد، حتی اگر امکانیت باشد شخص مسلمان هر سال رفتن میخواهد، از سبب اینکه عبادت را دوست میدارد، بندگی را دوست میدارد، شعائر الله را دوست میدارد. خیلی آدم پول دارد و نمیرد. بنابراین حضرت عمر میگه اونا مسلمان نیستن. طبیعتی مسلمان همین که دوست میدارد حج کردن، عبادت کردن را. چه پول دارد و نمیبیاد یک بار اقل در عمرش. این حدیث ها این در سنن ابن منصور آمده، سعید ابن منصور، سندش صحیح است. سخنی حضرت عمر درست است، در حقیقت میگه گفتن. این سخنها دلالت میکند که حج فوراً واجب است. کسی قدرت دارد باید رود. اگر رفت و وفات کند از میراثش پول حج و عمره برآورده میشد. این چنین کدام آدمی که وفات نکرد و مفلس شد، تجارتش بانکرات شد، خلاصه این آدم هم حق حج قرضدار باقی میماند. یعنی فدین الله احق ان یقضى، پیامبر صلی الله علیه و آله قرض الله تعالی سزاوارتر است که صاف کرده شود. یعنی این بنده از الله تعالی قرضدار باقی میماند، چون که الله برایش امکانیت داد و نرفت. اکثری مردم امکانیت حج رفتن ندارد. چخیل شما الله برای شما قدرت داد و سو نمیرید. والله اعلم.